سلام بر شنوندگان خردمند پادکست مرزهای دانش سیاستگذاری. با شما هستیم در برنامه دیگر برای کندوکاو دانش سیاستگذاری. تهیه کننده و تدوین کننده این مجموعه ولی الله وحدانی نیاست. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم تا با هم بررسی کنیم که توی این دنیای پیچیده و شبکه‌ای امروز اصلا چطور میشه سیاستگذاری موثرتری داشت. خیلی خوب جناب کارشناس، اگه اجازه بدید با یه سوال خیلی کلیدی شروع کنیم. سوالی که فکر می‌کنم ذهن خیلی از ماها چه متخصصین و چه مردم عادی رو درگیر کرده. واقعاً چرا این همه طرح‌های خوب، این همه برنامه‌ریزی دقیق وقتی به مرحله اجرا میرسه خیلی وقت شکست می‌خوره؟ انگار یه جای کار میلنگه. ببینید سوالتون دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. یه استعاره فوق‌العاده‌ای داره میلان کوندرا. میگه انسان مثل کسیه که داره توی مه راه میره، خب ولی وقتی برمیگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه دیگه خبری از مه نیست. همه چیز شفافه. ما هم دقیقاً با همین وضوح کاذب، با همین نگاه از بالا میایم تصمیمات گذشته رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه اون سیاستگزار، اون مدیر موقع تصمیم گیری درست وسط یه مه غلیظ بوده. این مفهوم یعنی عدم قطعیت رادیکال یا به انگلیسی رادیکال uncertainty دقیقاً نقطه شروع بحث ماست. پس یعنی قدم اول اینه که این توهم رو کنار بذاریم. این خیال که سیاستگزار مثل یک ناخدای قدرتمنده که میتونه همه چیز رو پیش بینی و کنترل کنه. بسیار خوب. حالا بیاید یکم عمیق‌تر شیم و به همین افسانه کنترل مطلق نگاه کنیم. ببینیم اصلاً این مدل سنتی سیاستگذاری چی میگفت و چه شکلی بود. دقیقاً این جدول خیلی خوب تضاد بین دو تا دنیا رو نشون میده. ببینید تو نگاه سنتی دولت بالای یه هرم قدرت بود. فکر میکردن یه چیزی به اسم دانش مطلق وجود داره و میشه از بالا به پایین برای همه تصمیم گرفت و مسائل رو یک بار برای همیشه حل کرد. اما واقعیت امروز چیه؟ یه ساختار شبکه‌ای. تو این شبکه دیگه کسی دانش مطلق نداره، اصلا همچین چیزی وجود نداره. همه ما از جمله سیاستگزار با همون عدم قطعیت رادیکال درگیریم. خب طبیعتاً رویکردم باید عوض شه. یعنی به جای حل مسئله باید بریم به سمت گفتگوی مستمر. به جای تصمیمات تک نفره از بالا باید برسیم به یادگیری جمعی. بسیار عالی و روشنگر بود. شما به این واقعیت جدید اشاره کردید. میشه لطفاً این رو بیشتر برای ما باز کنید؟ این جامعه شبکه‌ای که ازش صحبت می‌کنید دقیقاً یعنی چی؟ و چه مفاهیم کلیدی دیگه‌ای هست که به ما کمک می‌کنه این دنیای جدید رو بهتر بفهمیم؟ حتماً. ببینید مفهوم جامعه شبکه‌ای یا نتورک سوسایتی که یه جامعه شناس به اسم مانوئل کاستلز مطرحش کرد، حرف اصلیش اینه: قدرت دیگه توی اون نهادهای ثابت و سلسله مراتبی قدیمی نیست. الان قدرت توی شبکه‌های سیال و حتی نامنظم در جریانه. شبکه‌هایی که خیلی سریع شکل میگیرن، تغییر میکنن و شاید حتی از بین برن. خب این تو ایران خودمون کاملاً ملموسه. شما نگاه کنید چطور شبکه‌های اجتماعی و این فضای دیجیتال کل دینامیک اجتماعی و فرهنگی ما رو به هم ریخته و اون ساختارهای سنتی قدرت رو به چالش کشیده. کارشناس یه مفهوم کلیدی دیگه تکثرگرایی ارزشی یا value pluralism هست. آیزای برلین یه جمله معروف داره که میگه بعضی از خیرای بزرگ نمیتونن با هم زندگی کنن. این یعنی چی توی سیاستگذاری؟ یعنی ما همیشه با انتخاب‌های سخت روبرویم. همیشه باید بین گزینه‌های انتخاب کنیم که همشون خوبن اما با هم جمع نمیشن. مثالش تو ایران خیلی زیاده. همین تنش دائمی بین توسعه اقتصادی، مثلا ساختن یک کارخونه، و حفاظت از محیط زیست. خب هر دوتاش ارزش‌های مهمی هستن، درسته؟ ولی خیلی وقتا نمیتونن کنار هم باشن و اینجاست که سیاستگزار باید یه انتخاب واقعاً سخت انجام بده. و خب این دوتا مفهوم ما رو میرسونه به یه ایده خیلی مهم: مسائل بدخیم یا wicked problems. مسئله بدخیم یعنی چی؟ یعنی مسئله‌ای که هیچ راه حل تر و تمیز و قطعی نداره. هر کاری براش بکنی یه سری عواقب ناخواسته داره و چند تا مشکل جدید درست میکنه. مثل یک کلاف سردرگم میمونه. شما به مسائل خودمون نگاه کنید. آلودگی هوای تهران، بحران آب، اینا دقیقاً مصداق مسائل بدخیم هستن. اینا با دستور و بخشنامه از بالا حل نمیشن. چرا؟ چون هزاران ذینفع با خواسته های متضاد درگیرن و اصلاً خود تعریف مسئله هم هی عوض میشه. خب تصویر واقعاً پیچیده شد.
یعنی مدل‌های قدیمی که دیگه کار نمی‌کنن، مسائلم که از نوع بدخیم هستن. پس تکلیف چیه؟ سیاستگزار توی این جامعه شبکه‌ای باید چی کار کنه؟ چه ابزاری دستشه؟ اصلا راهی برای بیرون اومدن از این وضعیت هست؟ بله، خوشبختانه راه حل وجود داره. راه حل در چیزیه به اسم گفتگوی مشارکتی یا collaborative dialogue. البته منظورمون یه گپ و گفت ساده و دور همی نیستا. این یه فرایند کاملاً جدی و ساختارمنده که 4 شرط اساسی داره. اول این که باید فراگیر باشه، یعنی همه اونایی که به موضوع ربط دارن، حتی مخالفا، باید دور میز باشن. دوم، همه باید قبول کنن که به هم وابسته هستن و به تنهایی نمیتونن مشکل رو حل کنن. سوم، گفتگو باید اصیل باشه، یعنی به جای چانه‌زنی و پافشاری روی موضع شخصی، همه دنبال کشف منافع مشترک باشن. و شرط چهارم، این فرایند به حمایت نیاز داره، یعنی یه تسهیلگر حرفه‌ای باشه، منابع کافی وجود داشته باشه و اطلاعات شفاف در اختیار همه قرار بگیره. کارشناس یه مثال خیلی خوب از دنیای واقعی مجمع آب ساکرامنتو تو کالیفرنیا است. داستان این بود که سالهای سال گروه‌های محیط زیستی با نهادهای شهری سر منابع آب رسما در جنگ بودن. هر کدوم اون یکی رو متهم می‌کرد. اما نهایتاً اومدن و یه فرایند گفتگوی مشارکتی رو شروع کردن که دقیقاً همین 4 شرط رو داشت. نتیجه چی شد؟ بعد از سالها درگیری به یه راه حل پایدار رسیدن که همه قبولش داشتن. این نشون میده که این حرفا فقط تئوری قشنگ روی کاغذ نیست، بلکه توی دنیای واقعی هم جواب میده. و نکته مهم اینه که دستاورد این فرایندها خیلی بزرگتر از یه توافقنامه است که امضا بشه و بره توی کشونه. این گفتگوها ظرفیت‌های جدید و پایدار میسازن. یه معنای مشترک بین همه درست میکنن. سرمایه اجتماعی و فکری رو تو جامعه بالا میبرن. شبکه‌هایی از اعتماد و همکاری برای آینده میسازن. در واقع این فرایندها خود سیستم سیاستگذاری رو هوشمندتر و سازگارتر میکنن و پایه و اساس چیزی رو میریزن که بهش میگن دموکراسی شورایی یا deliberative democracy. این نگاه واقعاً راهگشاست، ولی میتونیم از این هم یه قدم عمیق‌تر بریم. یعنی میخوام بپرسم آیا این رویکرد جدید ما رو مجبور نمیکنه که اصلاً خود تعریفمون از سیاستگذاری رو از پایه و اساس تغییر بدیم؟ دقیقاً زدیم به هدف. اینجا میرسیم به یه مفهوم کلیدی دیگه به اسم روایت‌ها یا استوری لاینز. ببینید، سیاستگذاری فقط یه سری قانون و دستورالعمل خشک و خالی نیست. سیاستگذاری یعنی فرایند ساختن و تعریف کردن مسئله از طریق داستان سرایی. یه روایت قوی میتونه چند تا چیز بی ربط رو بذاره کنار هم، یه وضعیت پیچیده و گیج کننده رو تبدیل کنه به یه مسئله سیاستی قابل فهم و حتی راه حل رو هم به طور ضمنی پیشنهاد بده. این قدرت روایته. روایت‌ها واقعیت رو برای ما میسازن. کارشناس، این جمله رو ببینید. خیلی قشنگ نشون میده که تعریف یه مسئله یه چیز عینی و آماده نیست که ما کشفش کنیم. نه، ما از طریق روایت مسئله رو میسازیم. یه نمونه کلاسیکش ماجرای لاف کانال یا لاف کانال تو آمریکاست. اولش دولت و شرکت‌ها میگفتن این یه مشکل فنیه، یه مشکل مدیریت پسماند شیمیایی. ولی مردم و ساکنان منطقه روایت دیگه ساختن. اونا گفتن این داستان بی‌عدالت اجتماعی و به خطر افتادن سلامت خانواده‌های ماست. همین که روایت عوض شد، کل بازی عوض شد. دولت مجبور شد بیاد وسط و یه اقدام جدی انجام بده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، نکته کلیدی اینه که باید از این نگاه که سیاستگذاری یه کار فنی برای پیدا کردن تنها راه حل درسته، فاصله بگیریم و بهش به عنوان یه فرایند اجتماعی و گفتمانی نگاه کنیم که هدفش ساختن معنای مشترکه. درست متوجه شدم؟ کاملاً درسته. و این بحث ما رو میرسونه به یه پرسش نهایی، یه پرسش عمیق که میخوام شنوندگان عزیز باهاش تنها بمونن و بهش فکر کنن. با توجه به همه این حرفها و با نگاه به مسائل پیچیده جامعه خودمون تو ایران، ما چطور میتونیم فضاهای واقعی و مؤثر برای گفتگوی عمومی و تصمیم گیری جمعی هوشمندانه بسازیم؟ این واقعاً چالشیه که آینده حکمرانی در کشور ما بهش گره خورده. بسیار سپاسگزارم از شما برای این توضیحات جامع و فوق‌العاده. و از شما شنوندگان خردمند هم ممنونم که تا پایان این تحلیل با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.